با کابل جان بردن، با کابل جان بردن لیلای ما را. سلام. امروز آمدیم که راجع به مکانی با هم صحبت بکنیم که او مکان هویت شهر کابل است. یعنی به گونه هر کسی که یک مدتی هرچند کوتاه در شهر کابل زندگی کرده باشه، محض که تصویر شما بارش نشان بتین میفهمه که این قلب کابل است و او جایی نیست جز همون مسجد طلایی رنگ که ما و شما میبینیم که مشهور به شاهد شمشیر است. مسجد شاهد شمشیر به گونه میگه که اینجا قبر لیث است که در اینجا کشته شده. این آدم یکی از رهبران یا سرداران لشکر مسلمان بوده که وقتی اینا به کابل حمله میکنه، این آدم با 2 شمشیر جنگ میکرده و در نهایتش در این منطقه شهید میشه و مسلمانان هم وقتی که کابل را فتح میکنن اولین نماز خود را در همینجا ادا میکنن. این ساحه در اول به صورت یک 4 دیواری در نظر گرفته شده بود و بعد از او که بنا میشه تا دوران شاه امان الله خان را طبق او چی که شاهدان عینی و اینا میگن و در گزارش آمده، مسجد شاهد شمشیره گنبد زرد و رنگ زرد را نداشته تا ای که در دوران شاه امان الله خان در سال 1306 مادر شاه امان الله خان از شاه امان الله خواهش میکنه که ای را اعمار مجدد بکنه و به دلیل رابطه خوبی که او دوران بین شاه امان الله خان و ترکیه وجود داشت، از انجینرهای ترکی در اعمار مسجد کمک گرفته میشه و در واقع اونا طرح مهندسیش انجام دادن. در او دوران شاه امان الله خان ای را مورد در واقع بازسازی میکنه یا به گونه های میسازه. وضعیت فعلیش هم شما میدانین که متاسفانه در طول سالهای که سپری شده فعلا پایه های مسجد شکست کرده و طبق او چه که گفته میشه احتمال از این وجود داره که در نتیجه حوادث طبیعی مسجد شکست بکنه. این بود معلومات کوتاه امروز ما در مورد یکی از مهمترین بناهای تاریخی در شهر کابل و شما اگر دوست دارین که بناهای تاریخی و مناطق باستانی و تاریخی دیگه افغانستان را براتون معرفی بکنیم، از ما حمایت بکنین و او منطقه را برای ما بنویسین تا ما در ویدیوی بعدی او را براتون آماده بکنیم. تا درود دیگر، بدرود، شاد و پیروز و سربلند باشید.